سلام دوستان، امروز اومدیم با هم بازی فکری راز جنگل رو آنباکس کنیم. خب دوستان بریم. دوستان نقشه بازی، مهره ها و تاس ها، درخت های بازی که زیرشونم حیوان هست، کارت های بازی. خب دوستان نحوه بازی این شکلیه که شما هم 4 نفره میتونید بازی کنید هم 2 نفره. دوستان زمین بازی رو آماده میکنید. این درخت ها رو روی هر درختی که مشخص شده روی نقشه میگذارید. بعدش کارت ها رو بر میزنید و به پشت روی جایگاه خودش میذارید. خب دوستان تاس میریزید. اگه بخواید 4 نفره بازی کنید 2 نفره هم باید تاس بریزید. تاس میریزید، هر که بیشتر تاس بندازه اول شروع میکنه. بعد شما باید برید، مثلا از 4 نفر مثلا 1 نفر به شما کارت میده، از این کارت های حیوان به شما میده. شما باید برید اونو پیدا کنید که زیر این درختا اون حیوونا هستش. شما باید برید اونو پیدا کنید. اگه هم پیدا نکردید باید از اول شروع کنید. بعد برید این کلید رو بردارید. اول کلید رو برمیدارید، بعد میرید زیر درختا حدس میزنید. میتونید چند تا درخت انتخاب کنید. اگه درست در اومد این کارت واسه شما میشه. هر کس هم که 3 تا کارت برنده بشه اون نفر اوله که برنده شده. خب دوستان مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لایک ویدیو فراموش نشه، سابسکرایب کنید، دنبال کنید کانال ما رو، یه سر به کانالمون بزنید. ویدیوهای خیلی خفن داریم. خب دوستان تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.